استاد خیلی براتر یک سوال دیگه به خاطرم بود، ای خاطرم رفت نو دوباره به خاطرم آمد. در بالای مولود پیامبر صلی الله علیه و سلم التماس یک روشنی خوب میانداختین تا که مردم خیلی احتیاج دارن، زیرا اینکه از زبان بعضی صوفی ها و بعضی ملاها و خلاصه بعضی ها خیلی سختگیری میکنن که باید حتما جشن گرفته شود، درود و صلوات هست و خلاصه همین خیل به شما هم انشاءالله که معلوم است. برای همین یک روشنی میانداختیم انشاءالله خیلی خوب میشه. جزاکم الله خیرا. سلام الله تعالی علیکم و رحمته و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. آیدی مولود بعضی علما 2 جلد کتاب نوشتیان، یعنی آیا اجازت است یا اجازت نیست. بنابراین خواستیم یک صحبتی مفصل کنیم در این باره و بعضی آدم ها گفتن که حتی در ماه ربیع الاول آیدی مولود و حتی آیدی جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم مخصوصا در همین ماه قید کردن آن طرف است. مسئله آیدی حتی آیدی پیامبر صلی الله علیه و سلم سخن کردن زیر مسئله بردیان، گفتن که آیا همین کار سنت است یا بدعت است و میخوایم در این باره یک صحبتی مفصل باشد تا اینکه همه فهمد. شما وقتی که یک مسئله را برادرای عزیز حکمش را دانستن خواهید، بسیار شما الکی وقتی که این سوال دادید طالبان تماشابینای هم الکی در ذهنش جوابش حاضر است، میداند، چون که از داملاها از دیگرها از داملاهایی که مثلا قبول میکنند از آنها شنیدگی هستند که طایفه گفتن که این کاری خوب است، طایفه گفتن که این بدعت است. خب یک مراتبه پیش از آن که مثلا علم را شنوید خودتان را بی‌طرف گیرید. حاضر اگر بدعت گفت حکمش میبرانم که وهابی است، اگر که اجازت گفت صوفی هست. این خیل یعنی چی نکنید در مسئله های علم، یعنی از روی علم نگاه کنید. و برای همه تماشابین ها، برای آنهایی که الان ما رو میبینید میگویم که یک مراتبه امروز علم در پیشتان هست، این تلفنتون گیرید یک سوال دهید آیا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مولود را جشن میگرفتند یا نه؟ صحابه ها میکردند یا نه؟ برای چی نکردند؟ یگان کافرها من میکرد، یعنی معذور بودند، برای چی نکردند؟ اون وقت نمیتونستند کرده برای من نکردند. مثلا در یک هفته نماز جمعه هست، همه کار و دین و دنیاتون میپرتاید ما به نماز جمعه حاضر میشید. در یک سال 2 مراتبه عید هست، اون مولود یک سال 1 مراتبه بوده است، مشکل نیست کو. برای چی یک سال الله تعالی در قرآن روز مولود پیامبر صلی الله علیه و سلم جشن گرید نگفت؟ برای چی پیامبر صلی الله علیه و سلم جشن نگرفتند؟ برای چی صحابه ها جشن نگرفتند؟ برای چی امام ابو حنیفه جشن نگرفتند؟ برای چی امام مالک، امام بخاری، امام احمد، امام شافعی جشن نگرفتند؟ کی پیدا شد؟ برای چی سال 402 هجری در مصر شیعه های فاطمی ها پیدا کردند؟ برای چی؟ برای چی بزرگان ملت اسلام شتاب نکردند؟ یه مراتب جستجو کنید خودتان پیش از آن که یک کس حکم کنید. تاریخا نگاه کنید، علما نگاه کنید. آن آدم‌هایی که مولود جشن میگیرند کدامی آنها گفته است که پیامبر صلی الله علیه و سلم جشن میگرفتن یا صحابه ها یا امام ابو حنیفه جشن میگرفتن؟ گفته همه میدانند که این در عصر 400 پیدا شد. یعنی آنهایی که جشن میگیرند و آنهایی که جشن گرفتگی ها رو بدعت میگن، اونها رو وهابی میگفتگی ها هم میداند که 400 سال اول اسلام مولود نبود. و اگر یک چیزی ضروری میشد برای چی الله تعالی نگفت؟ برای چی پیامبر صلی الله علیه و پنهان کردن شریعت را، نگفته رفتن یا خاکساری کردن؟ جشن مرا تولدی مرا نگیرید گفته انا سید ولد آدم یوم القیامه، من سیدی فرزندان آدم هستم، من اولین آدمی که روز قیامت از قبر میخیزم، اولین آدمی که به جنت میدرایم، محبوب ترین خلق الله تعالی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. این معلومات رو به ما کی رسانید؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسانیدن. برای چی مولود جشن گرفتن نرسانیدن؟ الیوم اکملت لکم دینکم، امروز من دین شما رو مکمل کردم. آیات نازل شد. پیامبر صلی الله علیه و سلم هل بلغت
آیا من شریعت الله را رسانیدم؟ گفته در حجة الوداع، در حجی که با مردم خیر و خوش کردن، بعد 3 ماهش از دنیا گذاشتن، مردم رو 3 مراتب گفتن که هل بلغت، آیا من شریعت را رسانیدم؟ اللهم نعم، بله ای الله تو رسانیدی شریعت را. اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. گفتن پروردگار شاهد شو. یعنی بنده ها که بهترین مردم همون صحابه ها بودن، اونایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم رو دیدند، همین ها شهادت داد که تو شریعت را رسانیدی، تو شریعت را رسانیدی، پروردگار را شاهد شد. برای چی این شریعت اینجاش نرسانیده رفتند؟ این مسئله های برای خود سوال مانید و یا مراتب خودتان جستجو کنید. ما آیده این مسئله بعدتر صحبت میکنیم. الله تعالی اعلم.